ولا تقتلوا انفسکم، یک دیگر را نکشید، یک دیگر را به قتل نرسانید. چرا که الله به شما مهربانه، والله نمیخواد شما را به جهنم ببره، اما وقتی شما یک دیگر را میکشید بالاخره بیرحمی میکنید، اینجا مستحق بیرحمی میشوید و شما را الله خشم میکنه، غضب میکنه، گرفتار لعنت میکند و گرفتار عذاب جهنم میگرداند. و این خیلی سنگینه. من قتل و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هر کسی که انسانی را قصدن بزنه بکشه جزاش جهنمه، خالدا فیها، میمانه طولانی در جهنم. و غضب الله علیه، و غضب خدا بر سری و خشم خدا و لعنه و لعنت خدا و عد له عذابا عظیما، و عذاب بزرگ الله مرو آورده. این 5 تا موارد که اینجا قرآن ذکر میکنه از مجازات، هر یکی بسیار سنگین و معلوم میشه که قتل چه اندازه گناه سنگینی است و چه اندازه جنایت بزرگی است، و این جنایت امروز چه اندازه آسان شده و بسیار از افراد جوانان بازی میکنن و در همین بازی درگیر میشن، بلا فاصله کارد میکشن، چاقو میکشن که چاقو سلاح سرده و کشنده و بالاخره حمله میکنم به چاقو. فردا میگه من قصد کشتن نداشتم، این قصد مردوده، پس سلاح کسی را بزنید و لحاظا این قتل عمده و قصاص داره، ولو اینکه قصد قتل هم داشته نباشه، کشنده داره، شمشیر بزنه یا با سلاح گرم تفنگ مورد هدف قرار بده، و لحاظا اگرچه به پاش بزنه، به دستش بزنه، باز این قتل عمده و قصاص داره، برای آن که قصدی و اعتباری نداره. سلاح کشیدید، سلاح شما تو با سلاحی نزدید، سلاح کشنده و سلاح برای تنبیه نیست و برای ترساندن نیست، سلاح برای کشتنه و نابود کردن طرف.